الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وإمام الموحدين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادرانم و خواهران موحدم، بارك الله فيكم و وفقكم الله بكل خير. بإذن الله سبحانه وتعالى این حلقه 32 از شرح کتاب اصل السنه و اعتقاد الدین که عقیده سلف صالح را بیان می کند و بالخصوص که این عقیده بیان کرده ابو زرعة الرازی و ابو حاتم الرازی هست. ما ان شاء الله سبحانه و تعالی در این حلقه به شما در موضوع عذاب قبر صحبت خواهیم کرد. البته که ایمان آوردن به عذاب قبر، همیشه میگیم ایمان آوردن یعنی چی؟ تصدیق کردن به همون خبرهایی که از جانب الله و از جانب رسولش محمد صلی الله علیه و سلم در باره عذاب قبر آمده است. همون را تصدیق کردن و همون خبرها را اقرار کردن. بله، در قرآن و در سنت درباره عذاب قبر آیت‌ها و احادیث آمده است و حادثه هایی که بعد از مرگ پیش از روز قیامت می شود نسبت قبر حدیث های صحیح آمده است. ایمان بیاوریم یعنی چی؟ ما همون گفته ها را اقرار کنیم، قبول بکنیم و بعد از این تصدیق نماییم، خبر را تصدیق بکنیم و اقرار بکنیم که بله همین حق است و راست است. زیرا هستند کسانی که ایمان ندارند. ایمان همین معنا را می‌دهد، اقرار و تصدیق. اما چگونه از کجا ایمان میاریم؟ فقط ایمان با قلب است؟ نه، ما به عذاب قبر ایمان میاریم هم با قلب، هم با زبان، هم با جسم. با زبان تصدیق میکنیم و با قلب، با زبان بگیم نطقاً ذکر میکنیم، اقرار میکنیم و با قول قلب تصدیق میکنیم و با عمل قلب میترسیم از عذاب قبر و با جسم کوشش میکنیم عملها را انجام میدهیم تا که از عذاب قبر الله سبحانه و تعالی ما و شما را نجات بدهد. در کتاب آمده است که الرازیان یعنی ابو حاتم الرازی و ابو زرعة الرازی میگویند و عذاب القبر حق و عذاب قبر حق است. این تصدیق کردن است، ما باور میکنیم بله عذاب قبر حق است، اما پیش از عذاب قبر این مرگ است. اول مرگ می آید، بعد عذاب قبر می شود. چرا این علمای سلف صالح مرگ را ذکر نکردند؟ ایمان آوردن به مرگ حق است، فرض است نگفتند. اصلا فرض است که ما باید ایمان بیاریم که همه میمیرد، اما نگفتند برای که مرگ را همه میبیند. همه من شما هر روز به چشممان دیده ایستادیم که از خویش و اقربا، از همدیهه یا که یک بیگانگان در رو بروی شما وفات میکنند. هیچ کسی مرگ را انکار نمیکند. یک کسی پدرش، یک کسی خویشش، یک کسی اینش آنش میمیرد، هم کافر هم مسلمان همه مرگ را قبول دارند، اقرار میکنند، حق است میگند. مرگ حق است به این معنا که علاج زندگی ابدالابد در این دنیا هیچ کسی ندارد. از همین جهت وقتی که یک چیز را همه قبول دارند، همه به چشمشون میبینند، همه اقرار میکنند، حق است میگند، هیچ کسی انکار نمیکند، در این حالت حاجت به بیان کردن این چیز نیست. این است علم سلف که چیزهایی که حاجت به بیان نیست بیان نمیکردند. به مانندی مثلا ایمان آوردن به مرگ، اصلا نگاه کنید از نظر عقیده باید ما ایمان بیاوریم که مرگ حق است، زیرا که الله در قرآن و پیامبر صلی الله علیه و آله در سنت بیان کردند. اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم و غیر از این آیات دیگر. اما بالاخره بارک الله فیکم مرگ را همه قبول دارند. از همین جهت یک باره
علمای سلف درباره حادثه هایی که ما باید ایمان بیاوریم بعد از مرگ صحبت کردند. به عالم برزخ. به عالم برزخ یعنی بعد از مرگ این عالم دیگری که هست این رو عالم برزخ میگند. زیرا بارک الله فیکم علما میگند بعضشون 3 عالم است میگند، بعضشون 4 عالم است میگند. عالم شکم مادر، هر انسان در جنین مادرش است بجز آدم علیه السلام و بجز حوا، دیگه همه از مادر تولد شدند. حتی عیسی علیه السلام از مادر تولد شدند و همه به سبب پدر تولد شدند، یعنی پدر و مادر، بجز عیسی که فقط از مادر تولد شدند. پس بارک الله فیکم این عالم اول است که هر انسان جنین است و در شکم مادرش. عالم اول 9 ماه یا 6 ماه یا که زیادتر از 9 ماه زندگی کردنش ممکن است پیش از تولد شدنش. و بعد از تولد عالم دوم، عالمی که امروز من شما داریم زندگی میکنیم که این هم بارک الله فیکم حالتهای کم و زیاد خود را دارد. بالاخره این عالم دوم است. عالم سوم عالم برزخ است و عالم چهارم روز قیامت است. بارک الله فیکم. اینها عالم هایی که همه انسان ها زندگی میکنند. عالم هایی که انسان ها زندگی میکنند. من و شما مرحله یکم عالم را گذشتیم، تولد شدیم و مرحله دومی حیاتمان را داریم میگذاریم. مرحله دومی عالم ما این دنیای حاضره که وجود دارد. این دنیا دنیای باقی نیست، این دنیا دنیای فانی هست. ما باید ایمان بیاریم و فرض است ایمان بیاریم که این دنیا دنیای فانی است و بعد از این دنیای باز دیگر می آید که برزخ است. بعد از مرگ، پیش از بعث، پیش از روز قیامت، پیش از دوباره از قبر خیستن را حیات برزخ می نامند. چرا برزخ نامیدند؟ چرا عالمی عذاب قبر یا که عالمی که بعد از مرگ است و پیش از روز قیامت است، این عالم را چرا حیات برزخ می نامند؟ برزخ علما میگن سمیت برزخا لکونها حیاتا بین حیاتین. برزخ نامیده شد به خاطر اینکه این یک حیات است بین دو حیات. برزخ یعنی یک پرده است بین دو چیز، یا که یک حالت است در بین دو چیز، جدا کننده دو چیز. حیات برزخ، حیات بعد از مرگ، این بین روز قیامت و بین این دنیا است. بین این دنیا و بین روز قیامت حیات برزخ است که شما را از اون دنیا و این دنیا جدا میکند و البته حالتهای خاص خود را دارد. حیات برزخ حالتهای خاص خود را دارد. برای همین برزخ میگند. شما خوب دقت بدید، حیات دومین یا سومین حیات برزخ، برای اون برزخ میگند که جدا کننده بین حیات دنیا و حیات آخرت است. و بارک الله فیکم به خاطر اینکه بین این دو حیات است. و این برزخ در قرآن ذکر شده است. در سوره مؤمنون آیه 100 نظر بکنید، الله میگوید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و من ورائهم برزخ الی یوم یبعثون. و از عاقبشون، یعنی بعد از این دنیا حیات دیگری هست که نامش برزخ است تا روزی که دوباره همه زنده می شود. پس این حیات رو برزخ الله نامیده است. در فرقان هم سوره فرقان 53 نظر کنید، و جعل بینهما برزخا و حجرا محجورا. بین دنیا و بین آخرت الله حیات را گذاشت که این را چی میگند؟ برزخ میگند. حیاتی عالم روح. عادتا اینجا روح بسیارتر یعنی حیات دارد و این را حیاتی برزخ میگند. بارک الله فیکم. پس بدانید که همین مرگی که الله سبحانه و تعالی بسری هر یک فرد، خواه کافر است خواه مسلمان، خواه انسان است خواه حیوان، خواه جن است خواه انسان، نوشته است حتما بسر انسان میاد. انسان روزی
گریز ندارد. هر یک چیز دوا دارد اما مرگ دوا ندارد. از همین جهت پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن که آیت الکرسی را کسی که میخواند بعد از هر یک نماز با داخل شدن جنت نگاه ندارد و غیر از. البته حدیثی من دیگر رو میخواستم بگم. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن که حبة السودا دوا هست برای شما در همه کسلی ها. همین سیاهی دانه اگر بخورید این یک شفا هست به همه کسلی ها بجز مرگ. اگر مرگ در تقدیر نوشته شده باشد شما حبة السودا میخورید، دانه سیاه میخورید، دانه سفیدی میخورید، دارو میخورید، چی کاری نکنید شما حتما در همون وقت وفات میکنید، نه یک دقیقه قبل و نه یک دقیقه بعد، زیرا که مرگ دوا ندارد. امروز به پیشرفتن طب و به پیشروی این بارک الله فیکم تکنولوژی که امروز جراحی میکنند و این اون، بعضی ها امید هم کرده اند که شاید پیشگیری از مرگ کرده شود، اما این غلط است. این یک وسوسه شیطانی است. بعد از مرگ بعضی ها ناله میکنند که جراحی این خیل شد و اون خیل شد. نه، ما باید بگیم که قدر الله ما شاء فعل. این تقدیر الله هست و هر چیزی که الله خواست کرد ما راضی هستیم. زیرا که یک کسلی است که شما هر کاری که میکنید وفات میکند. یک انسانی است که درست و سلامت است، هر کاری که احتیاطی که میکند وفات میکند. زیرا که گریخته از مرگ کسی نتوانست و نمیتواند. خضر علیه السلام را صوفی های قبوری میگن که زنده هست و حتی میگن که اگر یک آدم را سلام کردید همون انگشت کلانیش رو یک زیر بکنید اگر استخوان نداشته باشید که این خضر است. این یک علامت های خرافاتی، گمراهی، قبوری، آدم پرستی، این نشانه های این صوفی ها هست. البته خضر علیه السلام هم وفات کردند، زیرا که پیامبر میگن اگر خضر زنده میش بودند با خضر فرض بود که اومده امت محمد میشدند، دیگر علاجش نبود. پس بارک الله فیکم. پیامبر صلی الله علیه و آله در حدیث دیگر گفتند در مدتی 100 سال همه یک بار میمیرد. پس الله در سوره نساء آیت 78 میگوید اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیده. در کجای نباشید مرگ به سراغ شما میرود، شما را مییابد و شما حتما میمیرید. اگرچه شما در یک برج باشید، در یک خانه بلند و به نهایت آهنین و از همه جهتش محکم، شما همه جهتش را محکم کردید، مرگ به سراغتان در همون خانه میاد، در کجای نباشید. این آیت به شما میفهماند که روزی خلاصی از مرگ نیست، روزی گریزی از مرگ نیست. فقط همین جا است که بعضی ها دراز عمر میبینند و بعضی ها کوتاه و این حکمتش در دست الله است. در سوره احزاب آیت 16 الله میگه قل لن ينفعكم الفرار ان فررتم من الموت. بگو ای محمد به شما فایده نمی بخشد این گریختن شما، این گریختن شما از مرگ به شما هیچ فایده نمی بخشد. لن ينفعكم الفرار، گریختن فایده نمی بخشد اگر شما بگریزید از مرگ. یعنی اگر شما شب و روز هم از مرگ بگریزید به شما فایده نمی بخشد. از مرگ گریختن به این معنا که مرگ را نخواهید، شب و روز خود را احتیاط بکنید، شب و روز بهترین طبیب ها را بر سرتان داشته باشید، بدانید که مرگ به سراغتان می آید. امروزه این طاغوت هایی که بر سر عالم وجود دارند، قسم به الله یگان نفری آنها مردن را نمی خواهند. آتاتورک لعین ذره مردن را نمی خواست. امروز این میلیاردرهای کفاری که هستند خودشان از همه بهترین طب ها را بگویم اطباء را دارند، طبیب ها را دارند با بهترین تجهیزات ها، اما مرگ وقتی که به سراغشان می آید می بینند که چاره نیست، باید تسلیم شود. فرعون تسلیم شد، دیگر هم تسلیم می شد. بارک الله فیکم. پس در سوره فاطر 11 الله میگه و ما یعمر من معمر ولا ينقص من عمره الا فی کتاب ان ذلك علی الله یسیر. یعنی هر یک چیز در تقدیر نوشته شده است. عمر شما کم شدن و زیاد شدنش، کی وفات کردن همش نوشته شده است. در سوره آل عمران آیه 185 الله میگوید که ببینید
هر یک که شما انسان ها تقدیرتون مرگتون نوشته شده است و یک روز نه از یک روز شما مرگ رو میچشید. کل نفس ذائقة الموت فانما زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور. هر یک نفس چشنده مرگ است، مرگ رو میچشد. خیر البشر سید ولد آدم، بهترین خلق، بهترین انسان ها، دوست داشته ترین دوست الله محمد صلی الله علیه و سلم وفات کردند و الله پیش از وفاتشان در سوره زمر آیت 3 خبر داد انک میت و انهم میتون، همانا که البته تو میمیری و همه آنها نیز وفات میکنند و میمیرند. پیامبر صلی الله علیه و سلم از سختی جانکنی همیشه پناه به الله می بردند و در وقت وفاتشان می گفتند ان للموت سکرات، ان للموت سکرات. موت، مرگ، جانکنی با خودش وزنینی ها دارد. پس بارک الله فیکم، اگر پیامبر صلی الله علیه و سلم این سخن رو گفته باشند، یک آدمی که مشرک است، یک آدمی که قبر پرست است، یک آدمی که امید از الله نکرده از غیر الله کرده، یک آدمی که حکم الله را ترک کرده به حکم غیر الله حکم کرده، یک آدمی که محکمه الله و رسولش عدل و این بهترین و فضل را مانده به محکمه طاغوتی رفته، یک آدمی که دیده و دانسته به الله و رسول می جنگد و یک آدمی که مشرک را مسلمان گفته و الله و رسول را تکذیب کرده و یک انسانی که الله که در آسمان است انکار کرده و گفته که الله در هیچ جای نیست، این همه البته که به سبب این مخالفت های شدید کفریشان با قرآن و سنت پیش از جان کندن البته که عذاب میکشند. اما کسی که بعد از مرگ نجات بیابد و به جنت داخل کرده شود، به نهایت برد کرده است. غلبه یعنی به این معنی که برد، فایده برده است. پس پیامبر صلی الله علیه و سلم حتی مرگ رو نامش رو یقین گذاشتن. یقین یعنی یک چیزی که 100% است، نباید کسی شک بکند. اما عثمان فقد اتاه الیقین من ربه میگند. پس این آیت ها اثبات میکند که مرگ وجود دارد، گریزی از مرگ نیست. اما با وجود این همه حقیقت چرا امروز انسان های مرگ را گویا که فراموش کرده اند؟ زیرا که شیطان اونها را فریب داده است. شیطان به اونها میگد که حالا تو عمرت 25 و 30 و 40 است، حالا جوان هستی، بیا مردکاری و غلامیت را دوام بده، بعد انشاءالله روز عبادت میکنی و بالاخره به وقت عبادت نرسیده مرگ به سراغش می آید و از این دنیا روز خلاصی وجود ندارد. این دنیا دنیای مشغول کننده و ملعون است. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن الدنیا ملعونه و ملعون ما فیها، دنیا لعنت کرده شده است و هر اون چیزی که در دنیا هست همش لعنت کرده شده است. این چیز غضب الله رو میبرد، از رحمت الله دور است. الا ذکر الله و مواله، بجز ذکر الله، بجز همون چیزهایی که الله دوست میدارد. پس بارک الله فیکم، مرگ حقیقت است. اما بدانید که پیش از مرگ، در حالت مرگ به نزد شما ملک الموت می آید. به زبان تاجیکین رو فرشته میگن. البته ترجمه کردن کلمه ملک هم درست نیست، لیکن یک مراتبه به خاطر فهمیدن معنای کلمه ملک میگیم که ملیک هست و ملک هست. ملیک پادشاه هست. امروزه پادشاه هایی که هست، این رو هم این پادشاهچه های طاغوتچه های کفارچه ها را ملیک میگن بعضیشون رو. اما مالک یوم الدین یا که ملک یوم الدین، پادشاهی همه پادشاهان، پادشاهی این دنیا و آخرت، پادشاهی حقیقی این الله سبحانه و تعالی است. پس اما ملک هست، ملیک نه ملک. ملک این ملائکه هست. ملائکه، ملک الموتی یعنی ملائکه مرگ، کسی که جان انسان رو میگیرد و کمک کننده ها با خودش دارد، یاردم دهنده ها دارد و این ثابت است. ثابت است که
روح انسان را یک ملائکه میگیرد. این را ملک الموت میگن. و البته بعضی ها میگن که نام این عزرائیل است. میکائیل، اسرافیل، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل میگن. ملک الموت را عزرائیل میگن، اما این غلط است. بعضی روایت‌هایی که اومده است ضعیف است. نام ملک الموت را عزرائیل گفتن درست نیست، زیرا که ثابت نیست. ملک الموت آمده است در قرآن و در سنت. نام این ملائکه و صفت به صفت آمده. ملک الموت، ملائکه مرگ. به زبان تاجیکی فهم شما به خاطر یک بار فهمیدن تو میگیم که فرشته مرگ. ملک الموت ملائکه مرگ است که می آید جان شما را میگیرد و البته با خود کمک کننده ها دارد. یک ملائکه جان را میگیرد، چلی که به این قرآن و سنت دلالت کرده. مثلا نظر بکنید به سوره سجده 13 الله میگه قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم. بگو جانهای شما را میگیرد، شما را یعنی میراند. ملکون یعنی صیغه مفرد ذکر شده است. یک ملائکه، ملک الموت، ملائکه نه ملک الموت. یک ملائکه اونه که به شما الله همون ملائکه را خاص شما، خاص همون گرفتنی جان شما کرده است. و در حدیث برای ابن عزیب آمده است که رسول الله صلی الله علیه و سلم میگویند، البته این حدیث صحیح است، که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن ثم یجیء ملک الموت علیه السلام حتی یجلس عند رأسه. یعنی در وقت جان کندن، جان برآمدن، ملائکه به بالای سر انسان آمده میشند، یعنی در نزد سرش می نشیند. پیش از گرفتن جان می ایستد، آهسته جانش رو میگیرد. و البته در قرآن در سوره انعام آیه 61 کلمه همون ملک الموت به صیغه جمع هم آمده است که الله میگه حتی اذا جاء احدکم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. یعنی حتی همون وقتی که به نزد اونها، یعنی کسایی که جاء احدکم الموت، به یکی از شما مرگش می آید، وقتی زمان مرگش می آید، توفته رسولنا، مرگش رو کی می آورند؟ جانش رو کی می گیرند؟ رسولنا، رسول های ما، فرستاده های ما. و هم لا یفرطون، ها افراط نمی کنند. یعنی ابن عباس در تفسیر این میگویند، چخیلی که در مصنف ابن ابی شیبه آمده است و در تفسیر ابن جریر مجله نهم 290 و 297 آمده است و ابن ابی حاتم الرازی ذکر میکنند که ابن عباس گفتند که مقصد از رسول، مقصد از همون جانگیرنده های بسیار، اینها بسیاری کسا کیو هستند؟ والمراد اعوان ملک الموت. مراد این آیت همین است که کمک کننده های ملک الموت. پس جان را چند ملائکه می گرفتند؟ جان انسان را اساساً یک ملائکه ملک الموت می گیرند. نامش را عزرائیل گفتند، درست نیست. اما همین ملائکه به خودش چی دارد؟ کمک کننده ها دارد. معنای این آیت این نیست که یک چند ملائکه اومده یک چند نفر می گیرند، نه، بلکه روح انسان را از جسم انسان یک ملائکه می گیرد. اما وقتی که روح را از جسم انسان ملائکه میگیرد، ملک الموت، دیگر ملائکه های یاردمچی که هستند به دست اونها روح را میدهد. این دیگر ملائکه ها از دست ملک الموت روح را میگیرند و به آسمان میبرند و باقی مانده کارها را دیگر ملائکه ها میکنند. چخیلی که امام مسلم از حدیث ابو هریره رضی الله عنه روایت میکنند که امام مسلم با رقم 2872 در صحیح مسلم روایت کردند که قال رسول الله صلی الله علیه و سلم اذا خرجت روح المؤمن تلقاها ملکان یسعدانها. زمانی که روح مؤمن از جسمش برآورده می شود، بعد از روح برآمدن همین روح رو میگیرند، تلقاها میگیرند دو ملائکه و بالا میبرند. این حدیث دلالت میکند که روح رو، چخیلی که اولا آیات ها دلالت میکرد که روح رو ملک الموت یک ملائکه میگیرند، بعد از روح رو گرفتن حدیث صحیح مسلم دلالت میکرد از ابو هریره که این روح گرفته شده رو دیگر ملائکه ها از دست ملک الموت میگیرند و به آسمان میبرند. پس ملائکه ها یعنی بارک الله فیکم چی دارند؟ وظیفه های خاص خود را دارند. یک نفر ملائکه این وظیفه گرفتن روح است. در همه عالم
امروز در همین وقت یک انسان میمیرد، یک چند انسان میمیرد. شما میگید که چگونه یک ملائکه میتواند که به همه این یعنی فرصت داشته باشد؟ امکانیت آیا دارد که یک ملائکه جانی یک چند نفر رو در اختیار بگیرد؟ بله. برای اینکه این وقت‌هایی که در این دنیا وجود دارد این نسبت ما است. وقت‌های نسبی هست، اما نسبت الله و ملائکه الله وقت دیگرگون است و اونها این چنین قدرت دارند. قدرت‌هایی که الله سبحانه و تعالی خاص اونها کرده که در یک لحظه حرکت و این وقتی که برای ما زود گذر بر اونها چگونه است والله اعلم و این عالم غیب است. الله خبر داد که میتونن بله یک ملائکه جان رو روح رو از جسم ما میگیرند و همین روح رو بعد از گرفتن از دست این ملائکه ملک الموت دیگر دو ملائکه میگیرند و به آسمان میبرند. بارک الله فیکم. انا این است که ما باید ایمان بیاوریم که همچین چیز است. اما روح مؤمن یعنی ببینید بعد از مرگش روح مؤمن، وقتی که روح میگوییم بعد از مرگ است، زیرا که پیش از مرگ ما جسم میگیم. عادتا ببینید این عالم اکثریت جسم حس میکند، روح تابعی تقریبا جسم است، زیرا که عادتا همه معاملات به جسم است. اما در عالم برزخ بسیارتر روح فعالیت دارد. در این دنیا جسم، در عالم برزخ روح نه جسم. جسم هم هست. الله هر کسی رو خواهد جسمش و روحش رو جمع میکند به قدری که خواست. البته که جمع میشود، همه انسان یک بار جمع میشود، اما بعضی زیادتر بعضی کمتر. اما بالاخره عادتا روح در عالم برزخ حیات دارد. اما در روز آخرت، حیات آخرین، روح و جسم هر دوش 100% فعالیت دارد. بارک الله فیکم. اما روح مؤمن بعد از مرگ چگونه می شود؟ یک آدم مؤمن، وقتی که ما مؤمن میگیم کسی که ایمان آورده و موحد است، چه حالت دارد بعد از مرگ؟ ما بنام مسلمان هایی که من مسلمانم الحمدلله، بابایم مسلمان بود الحمدلله، نماز نیست، زکات نیست، توحید نیست، جاهل صحبت نداریم. اینها مؤمن نیستند، اینها مشرکند. کسی که نماز نمیخواند کافر است و مشرک است. کسی که نماز میخواند و حکم غیر الله را اراده میکند، تحکم به غیر تحکم الله میکند، مشرک است. کسی که نماز میخواند، حج میرود، اما توحید را از شرک جدا کرده، شرک را از توحید جدا کرده نمیتواند و به شرک آمیخته شده و شرک اکبر را میکند، مشرک است. کسی که نماز میخواند معنای لا اله الا الله را نمیداند، این مسلمان است، فایده به او ندارد، مشرک است. پس مسلمان وقتی که میشوی باید مسلمان حقیقی باشی. مسلمان حقیقی مؤمن موحد، کسی که لا اله الا الله محمد رسول الله گفت معناش رو فهمید. نه مثل بسیار انسان هایی که پیش از عروسیشون مجبورن میگن لا، دومات هم میگن لا اله اله الا الا الله الله. سوال بکن که لا چی؟ نمیداند چی. آیا فایده دارد؟ فایده ندارد. این مؤمن نیست. مؤمن کسی که لا گفت معناش رو فهمید، اله گفت فهمید، لا اله الا الله محمد رسول الله فهمید. ابو جهل فهمید اول لا اله الا الله را، بعد از این قبول نکرد و گفت اجعل الالهه اله واحد ان هذا لشیء عجاب. ای محمد، این لا اله الا الله که تو میگویی همه اله ها رو انکار میکند، فقط یک الله هست گفته شده است، از همین جد من قبول نمیکنم. ابو جهل فهمید. پس اگر مؤمن فهمد، اقرار کند و تصدیق کند و رکن و تقاضا و شروطش رو به جا بیارد، بارک الله، انمین مؤمن است. انمین مؤمن روحش دو حالت دارد، روح مؤمن و موحد. انشاءالله که من شما از همین مؤمن و موحد هستیم. مؤمن و موحدی که الله روحش را به جنت در ابتدای مرگش یک بار گفته است که تمام روح این انسان جنتی است. الله اکبر. و از الله طلب میکنیم که روح من و شما جنتی باشد، به مانند روح صدیقین، شهدا، کسایی که وفات میکنند در اول مرگشون گفته میشد روح اینها جنتی است. شک نیست که روح اینها همیشه در نعیم هستند. نعیم یعنی لذت و عیش و عشرت، یعنی نعیم در نعمت فضل الله سبحانه و تعالی که عذاب وجود ندارد. البته
منزله و مرتبه های ارواح، روح جمعش ارواح است. ارواح یعنی جمع ارواح، روح های زیاد. ما ارواح گفته یک روح رو نمیگیم، روح یک روح است، ارواح جمع روح، یک چند روح ها زیاده از 3 تا اگر باشد ارواح گفته میشد. ارواح یعنی روح های انسان. ارواح، روح های انسان از هم دیگر اختلاف دارند. بعضی ها ایمانشون قوی است، اونها بعد از مرگشون نعیمشون زیادتر است، اما بعضیشون ایمانشون که ضعیف است، اما به سبب اینکه موحد هستند ایمانشون کمتر ضعیفتر باشد هم، درجهشون ضعیف باشد هم، اما اینها در نعیم زائد هستند. یعنی بعد از مرگ هم نعمت بعضی ها زیادتر است و نعمت بعضی ها کمتر است. این تعلق دارد به ایمان خود انسان. پس پیامبران و رسولان روحشان امروز در جنت است و به الله نزدیکترین انسان هستند نسبت به دیگرها. شلیک حدیث متفق علی به این دلالت میکند که پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی که به معراج برآمدند روح‌های پیامبران را دیدند. از همین جهت وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی مرگشون آمد چی میگفتند؟ چلی که مادرمان عایشه رضی الله عنها روایت میکنند، حدیث متفق علیه است، امام بخاری و مسلم روایت کردند. مادرمان عایشه رضی الله عنها میگن که وقتی که مرگ به نزدشون یعنی نزدیک شد، پیامبر میگفتند فی الرفیق الاعلی، به رفیق اعلی. کی هستین؟ الله. یعنی پیامبر صلی الله علیه و سلم در آخر عمرشون به واسطه ملائکه خبر دادند که ای محمد، تو اگر خواهی دنیا رو اختیار بکن، لیکن خواهی نخواهی یک روزی وفات میکنی. اگر خواهی مرحمت به نزد الله، رفیق اعلی. پیامبر صلی الله علیه و سلم به نظر شما چرا اختیار کردند؟ دنیا را؟ پیامبر گفتند فی الرفیق الاعلی، من رفیق اعلی را الله سبحانه و تعالی را اختیار میکنم. الله اکبر. بله سختی ها دارد. پس این اول است، یعنی اولین حالتی. بارک الله فیکم. ما اینجا میگیم که اولین حالت ارواح مؤمن. پس حالت اول ارواح مؤمن هایی که یک باره بعد از جسم برآمدن به نعمت الله داخل می شوند. اصل علما میگن اصل همین است که ارواح مؤمنین که بعد از مرگ یک باره از سبب موحد بودن و مؤمن بودن و اطاعتکار بودن و استقامت کردن و لا اله الا الله وفات کرده اند، به نعمت الله اینها که سزاوار می شوند به کجا می روند؟ علما میگن الاصل ان ارواح المؤمنین معلقه فی الجنه. اصل در روح‌های مؤمنین همین است که معلق آویزان کرده می شوند در یکی از درخت‌های جنت. یعنی اگر آدم مؤمن و موحد وفات کرد، میبرند به جنت، روحش را آویزان کرده به بالای یک درخت میمونند، یعنی به یک درخت میگذارند، همونجا جنت تماشا کرده از بوی جنت، از تماشای جنت میشیند. به مانند میگن یک میوه‌ای که در درخت آویزان می ایستد، روحی انسان موحد در جنت هم خیلی آویزان می ایستد. چخیلی که در سند در مسندی که امام احمد روایت میکنند صحیح آمده است که انما نسمة المسلم طیر يعلق في شجر الجنه حتى يرجعها الله الى جسد يوم القيامه. یعنی روح انسان معلق کرده می شود در یکی از درخت‌های جنت تا اینکه الله به جسدش در روز قیامت باز می گرداند. بجز شهید. ببینید روح شهید و روح مؤمنین و موحدین که بدون شهادت وفات کردند چی فرق دارد؟ روح شهید در درونی پرنده هایی که در درون جنت است، پرنده های سبز در جنت، پرنده های سبز است. روح جنت در درونی همین پرنده های سبز است و هر یک این پرنده در زیر عرش یک گویا که جای نشستنی دارد. قنادیل معلقه بالعرش میگن. حدیث است.
چخیلی که امام مسلم صحیح کردن. روحه فی اجواف طیر خضر لها قنادیل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حیث شاءت. همین روحی انسان شهید کجای جنت رو خواهد پرنده او رو گیرون میبرد به همون جای خواسته شهید. بعد از این ثم تأوی الى تلك القنادیل، و باز بعد از چرخ و توپ زدن همون پرنده سبز روحی شهید رو گیرون به زیر عرش به همون قنادیل، یعنی خونچه مخصوص، یا که بگیم یک جای نشستی مخصوصی که هست، یعنی این رو خونچه نمیگیم، اینجا نشستی مخصوصی یک جای معین مخصوص در زیر عرش باز میاد. البته حدیث صحیح است، از حدیث عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه است، امام مسلم روایت کردند. و این چنین روحی شهید از دیگر روح‌های موحدین در جنت فرقش همین است که ببینید روح‌های انسان موحد در جنت که شهادت نیافتند و وفات کردند فقط آویزان در یک جنت می‌ایستد، اما روحی شهید در درون پرنده است، تاب می‌خورد، در درون جنت دور می‌زند. یکم فرق دوم، روح شهدا از میوه‌های جنت تناول می‌کند و از دریاها و دریاچه‌های آب جنت می‌نوشد. روح این اجازت داده نشده است بجز روح شهید. روح شهید فضیلت دارد، درجهش بالا است. هیچ یگان روح که از این روح موحدین است خوردن و نوشیدن برایشان نیست، اما روح شهید می نوشد. چخیلی که در روایت صحیح آمده است که امام احمد و ابو داوود در سننشان و امام احمد در مسندشان روایت میکنند از حدیث ابن عباس رضی الله عنهما هست که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند ارواحهم فی اجواف طیر خضر ترد انهار الجنة و تأکل من ثمارها. روح‌های شهدا در درونی یک پرنده سبز هستند که به نهرها دریاهای جنت وارد می شوند، به نزدش می روند یعنی و می نوشد از میوه و می خورد از میوه های جنت. بارک الله فیکم. و اینجا سوال است که آیا غیر از شهدا کسای دیگر از مؤمنین و موحدین امکانیت نوشیدن و خوردن و یک فضیلت دیگری رو در جنت دارند یا ندارند؟ بله دارند. روح‌های وجود دارد که از درجه شهدا بلند است، به مانند روح انبیا، روح رسولان هستند که به مانند رسول محمد صلی الله علیه و سلم وفات کردند. البته بعضی از علما میگن رسول الله شهید وفات کردند از سبب زهری که یهودی داده بود. بالاخره انبیا و رسولان روحشان از همه بالا است، اینها روحشان در نعیم است. یا صدیقین و بعضی از اولیای الله و علمای صادقین درجهشان از شهید هم بالا است. از همین جهت بله هستند موحدینی که از این نعمت‌ها برخوردار شدند. این اولین قسمی بارک الله فیکم، این از اولین قسمی چی است؟ روحی موحدین بود. من گفتم روح موحدین بعد از مرگ به دو قسم تقسیم شد. قسم اول کسایی که یک بار به جنت می درآیند و ما درباره جنت روح انسان مؤمن چگونه می شود و روح شهید صحبت کردیم. حالا قسم دوم، روح قسم دومین موحدین، دوم قسم موحدین، کسایی که یک باره به نعمت وارد نمی شوند. اینها موحدند اما گناههای کبیره دارند، اینها عصات هستند، گناهگارا از اهل توحید هستند. قسم یکم موحدینی که پیش از مرگشان پاک و پاکیزه یک باره به نعمت الله داخل میشن، درجه بلند دارند. قسم دوم کسایی هستند که الله به اونها عذاب را به سرشان نوشته کرده است در ابتدای امر، در سرشوی، وقتی که یک باره از جسم انسان روح میبرد به عذاب. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه اینها گناهگار بودند اما موحد هستند. این چنین قسم دوم موحدها اولا روحشان عذاب داده می شود و بدنشان عذاب داده می شود. چی قدره که الله خواهد، چخیلی که در حدیثی عذاب قبر آمده است، در حدیثی که بارک الله فیکم همه شما میدونید، حدیثی که سمرة بن جندب حدیثی صحیح است که امام بخاری و امام مسلم روایت میکنند که یک پیامبر صلی الله علیه و آله از سر قبر میگذشتند که خبرکشی رو دیدند، یعنی گفتند که این
عذاب داده می شود در قبرش. فإنهما يعذبان و ما يعذبان عن کبیر فاما احدهما گفته شروع میکنند. دو کس اینو در قبرش عذاب داده می شود، اما عذاب از چیزی بسیار بزرگ داده نشد، بلکه از یک چیزی که انسان نظرش نمیگیرد، به مانند یکش خبرکشی میکرد. پس موحدی که گناه کبیره کرده است، توبه نکرده و فوت کرده باشد، از همین گناهش خبرکشی، غیبت، زنا، ریبا، کوری و غیر از همین ها، اینها را الله سبحانه و تعالی در اول عذاب میدهد و بعد از این که چقدر که خواست الله عذاب داد، عذابشان به پایان رسید، الله اینها را نجات میدهد از عذاب، زیرا که این چنین موحدین در عذاب همیشه باقی نمیمونند. البته موحدینی هستند که گناه کردن لیکن الله اینها را میبخشد، اما بعضی کسایی هستند که الله اینها را اول عذاب میدهد. بارک الله فیکم. پس اینجا یک مسئله به وجود می آید. اگر شما سوال بکنید که یک انسان موحد در این دنیا موحد است اما گناهی کبیره کرده و توبه نکرده و فوت کرد، این مستحق عذاب است یا نیست؟ ما میگیم که اگر الله یک روح معین را نوشته کرده باشد به داخل شدن دوزخ، گفتگی باشد که همین روح داخل دوزخ می شود گفته باشد به خاطر گناهایش، آیا این روح پیش از روز قیامت به جنت داخل می شود یا نمی شود؟ البته این مسئله بسیار نازک است. علما میگن که به جنت این روح داخل کرده نمی شود، زیرا که اگر یک روحی که الله نوشته کرده باشد که این دوزخی هست، اول دوزخ می درآید به سبب گناههای کبیره یا شرک اکبر و غیره، اگر به جنت درآید، این جنت جایی است که انسان نباید بیرون شود. پس این انسان روحش بارک الله فیکم به جنت انداخته نمی شود و این چنین در عذاب قبر به دوزخ هم انداخته نشد، در بین یعنی نشان داده می شود هم عذاب و هم جنت رو، یا که اول جنت رو می بیند و بعد از این عذاب رو مشاهده می کند که عذابی همون جایی که می رفت، و به سبب دیدن عذاب هم گناهاش کم کم می شود و بالاخره در روز قیامت الله اگر این به این نوشته کرده باشد که عذاب می دارد، بعد از عذاب با عاقبتش جنت است. بارک الله فیکم. انا این است روح مؤمنین. مختصرا بار دیگر بگویم، اهل توحید روحشون به دو قسم تقسیم شد. اهل توحیدی که پیش از مرگشون توبه کرده و در بالاترین درجه تحقیق توحید وفات کردند، روح اینها از اولین روز شادی و خرسند است. اما یک نمود دیگر موحدین هستند که موحد هستند، شرک ندارند، کفر به طاغوت دارند و الولا و البرا دارند، اما گناههای کبیره زیاد دارند. انا اینها البته که بارک الله فیکم چی هستند؟ در زیر مشیت الله هستند. الله کسی رو خود میبخشد و اینها مستحق عذاب هستند، کسی رو خود عذاب میدهد. پس سوال اینجاست که عذاب قبر آیا برای همه موحدین است؟ حتما باید عذاب قبر، حتما هر کس باید عذاب قبر رو ببیند، از عذاب قبر برخوردار شود؟ نه، این چنین نیست. بلکه انسان‌های مؤمنین و موحدین اونها در قبر عذاب ندارند. از اولین وقتی که روحشان بیرون می شود اونها در نعیم هستند. عذاب قبر به همه نیست، این رو خوب باید بدانید. اما انسان‌هایی که مستحق عذاب هستند، موحد هستند و گناه کرده و توبه نکرده، اینها البته که عذاب به اینها است. و بعد از این روح کافر، منافق، مرتد و مشرک، کسی که مؤمن و موحد نیست با روح کی است؟ مشرک است، کافر است. روح کافر از یا مرتد یا که مشرک یا منافق اکبر از جسمش به مجردی گرفتن، از جسمش وقتی که روح رو ملک الموت میگیرند به عذاب داخل می شود و به آتش جهنم انداخته می شود. خیلی که در نزد نسائی، یعنی امام نسائی در سننشون از ابو هریره رضی الله عنه روایت میکنند که ملائکه میگویند که ذهب به الی امه الهاویه، یعنی برده شد روحای کفار هاویه، یعنی به یکی از منطقه های دوزخ. این روایت البته صحیح است، امام نسائی روایت میکنند. پیش از بگویم دوزخ، بگویم پیش از روز قیامت، وقتی که کافر وفات کرد، منافق اکبر وفات کرد،
یک مشرک و مرتد وفات کرد. بعد از وفاتش وقتی که روح را گرفتند، خیلی که حدیثی برای ابن عازب را نقل کردیم، روح را به بالا وقتی که میبردارند، روح کافر به او راه نیست و میفرارند به اسفل السافلین، به حیات برزخ، از همه پسترین جای، از همه سختترین جای عذاب این روح کافر را به عذاب می اندازند تا روز قیامت. و در روز قیامت دوباره جسم ها را زنده می کنند، روح ها به جسم ها در آورده می شود و بعد از تقسیمات و حساب کتاب البته که کفار و مشرکین باز ابدالابد به جهنم می روند. بله، بعد از مرگ هم، پیش از روز قیامت هم روح به جسم می گردد. خیلی که امروز ما زنده هستیم هم خیلی می شوید. وقتی که به درون قبر انسان را می گذارند، منکر و نکر می آیند، البته که سوال به جسم است، یعنی هم به روح و هم به جسم روح گردانیده می شود. چقدری که الله خواهد، چقدری که الله بخواهد. بارک الله فیکم. انا این است مسئله درباره روح. البته هر جسمی که سوزانیده شده باشد، نابود کرده شده باشد، جمع میکند. خیلی که حدیثی معروف وجود دارد، یک مردی به فرزندانش گفت که مرا بسوزانید. حدیثی صحیح است. بارک الله فیکم. امام بخاری و مسلم روایت کرده اند که الله سبحانه و تعالی بعد از این که سوزانیده شد باز جمع کرد. همه چیز جمع می شود و روز قیامت همه جسم به جسمش می آید. بارک الله فیکم. پس در مسند امام احمد آمده است و ابن حبان صحیح میکنند از حدیث عبدالله ابن عمرو است که ان رسول الله صلی الله علیه و آله ذکر فتان القبور، یعنی فتنه کننده های قبور را دربارش گپ زدند. فتنه کننده های قبور کی است؟ در قبر کی فتنه میکند؟ فتنه قبر این سوال و جواب است، یعنی منکر و نکیر. دو ملائکه آمده شما رو به فتنه، یعنی عذاب، این یک سوال جواب، این فتنه است، سوال جواب میکنند. من ربک، ما دینک، من نبیک. پیامبر صلی الله علیه و آله گفتند که یعنی همین خیلی منکر و نکیر است، سوال جواب میکند. حضرت عمر گفتند اترد علینا عقولنا یا رسول الله، آیا عقل های ما به ما گردانیده میشه و خیلی که همین دنیا هستیم؟ فقال رسول الله صلی الله علیه و آله نعم که هیئتکم اليوم، بله گردانیده میشه. خیلی که نمی روز هستید، انا همین روز خیلی که باشه در درون قبر نمی خیل میشه و سوال جواب میشد. فقال عمر بفیه الحجر. بارک الله فیکم. بعض از علما در سند سخن کرده، لیکن حدیثی والله اعلم صحیح است. احمد از طریق ابن لهیعه و ابن حبان از طریق ابن وهم روایت می کنند. پس انا این است روح مؤمنین و روح کفار، حالت های روح مؤمنین و روح کفار. من فکر میکنم بارک الله فیکم با همین این حلقه رو به پایان میرسونیم و در حلقه آینده باقی مونده از مسائلی که تعلق به عالم برزخ است، سوال و جوابی این ملکین است، بزرگترین چیزی که در درون قبر به وجود می آید یا که حاصل می شود، به وقوع می پیوندد، در این موضوع در حلقه آینده صحبت خواهیم کرد. سؤال منکر و نکیر و غیره. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.